سلام، آنلاین هستید و با رادیوی آزادی. همه جا صحبت از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که شب 16 سپتامبر از دو طرف چندین کشته و زخمی به جای گذاشت. مقامات دو جانب یکدیگر را به تیرکشایی متهم کردند. واکنش ها نیز زیاد است. کاربران رادیوی آزادی از محل حادثه چند نوار فرستادند که در آن لحظه های تیرپرانی و گردش چرخبال ها تصویر یافته است. ما همه نوارهای فرستاده کاربران را نشر کردن نمیتوانیم، ولی برای آنکه ما را در جریان حادثه گذاشتید تشکر میکنیم. در هر جای شاهدی حادثه شدید عکس و نوار بگیرید و به ما بفرستید. و حالا به شرح موضوع میپردازیم که در 2 روز اخیر صدها واکنش داشته است. یک زن از ناحیه وخشی ولایت ختلان ادعا کرد که 2 ماه پیش ماموران میلیسای ناحیه او را با اتهام دزدی دستگیر و در جای کار به ناموسش دست درازی کردند. ساعت 12 بیگا بالا بروردن، چشمم بستیدن، 3-4 بار 5 بار ام کلدار دراز شونده دووندن، بردن آوردن. مقامات میلیسا این ادعا را رد میکنند. بخ در اینستاگرام نوشته است در تاجیکستان به کارمندان حفظ حقوق مقام خیلی بالا دادند و آنها هر چیزی خواستند میکنند. این بی‌عدالتی است. ایبای هم در اینستاگرام گفته است زن از ماموران میلیسا شکایت دارد، در حالی که باید میلیسا حقوق شهروندان را حفظ کند، نه اینکه به ناموسی مردم رسد. نصیب الله گفته است این چنین حالت زیاد می شود اما هیچ چاره نمی بینند. باز میلیسا ها آزاد می مانند و نام دختر یک عمر داغدار می شود. خورشید نوشته است دزدی می کنند، بعد باز به میلیسا ها تهمت می زنند. دکتر در وبسایت رادیوی آزادی گفته است زن به دزدی گمانبر است، ولی ماموران میلیسا به تجاوز به ناموس. در کدام دولت حقوق بنیادی نباشد پرسش از ماموران میلیسا زیادتر است. درویش گفته است مقامات کی به گناه خود اعتراف کرده بودند که این دفعه اعتراف کنند. ما رو مجبور هستیم که با اکسپرتیزه دینکا پیشنهاد کنیم. در این هفته خبری شرکت فراز که مسئولانش گفتند به دلیل گویا تاب نآوردن به رقابت و مشکل اقتصادی کار را قطع میکنند واکنش های مختلف به بار آورد. عین زمان کارشناسان با قرار شرکت درباره برهمدهی با شبهه می‌نگرند و میگویند شاید سبب‌های برهم دادن فراز دیگر باشد. بسیاری از کاربران به این اعلان با نگاه شبهه نگریسته و فرضیه های خود را درباره شرکت متعلق به نزدیکان رئیس جمهور بیان داشتند. سشاره گفته است شرکتی که از همه امتیازها برخوردار است امروز میگوید رقابت کردن نتوانست و مفلس می شود و شما مردمی ساده باور کردید این میتواند ریبرندینگ باشد، این میتواند همه چیز باشد، اما دقیق است که بسته شوی سرچشمه بی‌درد و میان نیست. کاربر با نام وطن گفته است این شرکت با نام نو به فعالیت آغاز کرد. با ادعای او این شرکت گویا در منطقه آزاد اقتصادی ولایت سوخت ثبت شده است، ولی مسئولان شرکت فراز در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. خواننده به نام میگوید برهم خوردن شرکت فراز معنای بیکاری هزاران نفر را دارد. به نام دیگر گفته است از هفتش با مصلحت کدام پلی تکنولوژی خارجی چنین عملیات را به راه ماندند. دوامش را انتظاریم. شما هم با این بحث‌ها در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در اینستاگرام و فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراه شوید. و در آخر برنامه یک ویدیوی داریم که از روسیه به ما فرستادن. مؤلفان ویدیو میگویند که ناظر میلیسا یک مهاجر بیمار تاجیک را در راه زده است. Вот у нас полицейский бьет человека. Значок покажите. Удостоверение. Удостоверение покажите. На видео не снимайте, снимайте. Почему ты снимаешь? Ты же человека бил. Как мне не снимать? Не буду показывать. Вот он чуть не убивает его, еще скорая помощь спрашивает. Покажи, таблет, покажи. Вот человек с больницы пришел, полицейский его бьет. Чего бояться? شما هم عکس و نوار و خبرهای خود را به ما بفرستید به این رقم هایی که میبینید. واتساپ و تلگرام و ایما و وایبر داریم. تا برنامه آینده.